بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، خواهران گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما در فصل سوم در جزء دوم قرآن عظیم شان در فصل سوم درس ما و شما رسیدیم که منهج تشریعی یا منهج قانونی نظام سیاسی اسلام یا نظام خلافت اسلامی را بیان میکنند. در این فصل ما و شما گفتیم که بحث اولش منهج تشریعی یا نظام سیاسی اسلام میخوانیم و بحث دومش سر امارت طالوت علیه السلام و خلافت داوود علیه السلام من حیث خلیفه مسلمان ها و طالوت من حیث امیر جهاد معرفی میشه که چه قسم با کدام منهج مسلمان ها جهاد کردن و جهاد میکنن. در مقدمه سوره موقف اهل توحید با اهل شرک در پذیرش تشریع الهی بیان میشه که صفت دشمنای انسان چی هست؟ دشمنای اسلام که اونا دشمنای حق، هر وقتی که بر از اینا یک حکم اسلامی یا شرعی یا تشریع الهی بیان میشه، اینا فوراً شبهه افکنی میکنن و یا شبهات ایجاد میکنن و جهالت و انتقاد بر احکام تشریع الهی می داشته باشند. و برعکس از او مؤمنین و موحدین که هستن، اینا وسطیت ایمانی خود حفظ میکنن، شهادت به حق میتن و متابعت و پیروی از منهج الهی میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سیقول السفهاء. الله متعال میگه زود است که بگوین جاهلان. این جاهلان کدام مردم ها هستند؟ این جاهلا کسایی بودند که زمانی که حکم الله سبحانه و تعالی آمد که قبله از بیت المقدس به طرف کعبه شریفه شود، این حکم الله هست. انسان هایی که مؤمن بودن اونا میدانستن که لله المشرق و المغرب، شرق و غرب مربوط الله هست. هر جایی را که الله قبله تعیین کنه برای ما او را اطاعت میکنیم. اگر طرف بیت المقدس بود او طرف نماز میخواندیم و حالی که طرف کعبه است این طرف نماز خدا میخوانیم. ما خالق یگانه را عبادت میکنیم. لکن دشمنای دین، منافقین و بیدینا که بودن، اونا برای خود موقع پیدا میکنن که چه وقت اعتراض خدا و شبهه افکنی بکنن، اعتراض بکنن و مخالفت و منافقت بکنن. الله متعال میگه سیقول السفهاء، زود است که بگوین جاهلان من الناس از مردم، ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها، چی چیز دور داد اونا را از او قبله‌ای که بالای از آن بودن. قل لله المشرق والمغرب، بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرق و شرق و غرب که از مخصوص الله هست. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، الله متعال هدایت میکنه به هر کسی را به راه راست. اینجا حکم تشریع الله بیان میکنه که مخصوص الله هست. انسان مؤمن با یقین میپذیره و انسانهای بیدین از این مخالفت میکنن. خب موحدینی که از منهج تشریع اسلامی اطاعت میکنن یا را امت وسط میگن که شاهدان به دیگران هستن و تغییر جهت قبله که است برای معلوم کردن چی است که مطابقان حقیقی رسول الله صلی الله علیه و سلم معلوم شود. الله متعال میگه و کذالک جعلناکم، و همین قسم ما شما را گشتاندیم امتا وسطا، امت وسطی، لتکونوا شهداء علی الناس، که شما شاهدان باشین به مردمان.
و یکون الرسول علیکم شهیدا و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر شما شاهد باشه. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها و ما نگرداندیم همین قبله که تو بر او بودی الا لنعلم تا که ما معلوم بکنیم، یعنی تغییر قبله برای چی؟ که معلوم بکنیم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه، که کی متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن از کسانی که دور میتن، یعنی به عقب پا میرن یا به پشت سر، یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که خبر شدن که قبله حکمش تبدیل شده، آخر فورا روی خود کلشان به طرف قبله دور دادن. و این كانت لکبیرة الا علی الذین هدى الله، اهمی قبولی از حکم الله بسیار بزرگ است، سختی میکنه الا مگر علی الذین هدى الله، بر کسایی که الله اونا را هدایت کرده. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، و الله ایمان شما را ضایع نمیکنه. چی معنی؟ یعنی که بعضی کسان میگفتن خیلی برادرای ما مؤمنایی که اینا به طرف بیت المقدس نماز خواندن و آل فرصت پیدا نکردن، فوت کردن، که آل از این قبله جدید استفاده بکنن. الله متعال گفت که الله ایمان شما را، یعنی اینجا منظور از ایمان اعمال است. از همین خاطر علما میگن که در ایمان چی داخل میشه؟ اعمال داخل است. یعنی اهل سنت تعریف میکنن که ایمان عبارت از چی است؟ اقرار به زبان است و تصدیق بالقلب است و عمل بالجوارح است. میگه دلیل تا چیست؟ همین یکی از دلایل است که اینجا الله متعال اونا که روی به طرف قبله نماز خواندن این خو عمل بود، یعنی ایمان گفته است. پس ایمان هم عمل هم جزء ایمان هست و در ایمان داخل میشن. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، و الله ضایع نمیکنه ایمان شما را، یعنی امون نمازهایی را که شما به طرف بیت المقدس خواندین. او ثوابش هست. تا او وقت حکم الله بود که او طرف رویتون دور بتین، الله متعال او نمازتان قبول میکرد. حالی که الله میگه رویتون این طرف قبله دور بتین، آل نماز این طرف قبول میشه. چرا؟ او هم با حکم الله بود، این هم با حکم الله هست. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، یقین که الله به مردما بسیار مهربان هست. رؤوف الرحیم، اینجا رؤوف یعنی ذاتی که دور کننده امو عیبها و خطاها و غلطی هاست، و رحیم ذاتی که نیکی ها و خوبی ها را بر انسان جلب میکنه. یعنی فرق بین رؤوف الرحیم که رؤوف زشتی ها را دور میکنه با رحمتش، و رحیم با رحمتش نیکی ها را بر انسان جلب میکنه. صفت دیگه دومی دشمنای حق چی است؟ که اونا چشم پوشی از حق میکنن با وجود دانستن حق. و صفت مؤمنان تسلیمی به حق سکنن مقایسوی هست، مقایسه میکنن. در او قسمت تبدیل قبله مؤمنین موحدین حکم تسلیم شدن، قبول کردن، اطاعت کردن. مردمای بیدین مخالفت، اعتراض، قیل و قال کردن هست. دوم، در آیت دیگه باز الله متعال میگه که صفت دشمنای حق چی است؟ حق پوشی، چشم خود از حق میپوشن با وجودی که حق خوب میفهمن. اما صفات مؤمنین واقعی چی است؟ که اینا به تسلیم به حق میشن و اطاعت از اوامر الله را میکنن. الله متعال میگه قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقینا که ما میبینیم با قدرت و عظمت خود برگردیدن چهره تو را به طرف آسمان، که یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم سر خود به طرف آسمان میکرد و علاقمند ای بود که قبله به طرف مکه مکرمه شود. فلنولینک قبلة ترضاها، ما تو را رویت میگردانیم به طرف قبله که تو از راضی شوی. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اینجا امر شد، پس بگردان رویت به طرف مسجد الحرام. این فرض شد بالای مؤمنین. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، و هر جایی که باشین روحایتان دور بتین به طرف بیت الله شریف. و این الذین اوتوا الکتاب، و اما کسایی که برشان کتاب داده شده هست بنی اسرائیل، اینا چی هستن؟ لیعلمون انه الحق من ربهم، اونا خوب میفهمند که حق است و از جانب ربشان است. و ما الله بغافل عما یعملون، و الله بیخبر نیست از آن چیزی که اینا عمل میکنن. این اعتراضات ناقی در حالی که حق میفهمن. صفت دشمنای حق عدم قبولی حق با وجود دلایل،
و صفت مؤمنان چی است؟ اطاعت از حق هست. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک. الله متعال میگه ولئن اتیت، و اگر بیاری برای کسانی که کتاب داده شده برای بنی اسرائیل، بكل آیه، تمام آیات دلایل بیاری، ما تبعوا قبلتک، اینا پیروی از قبله تو نمیکنن. چرا؟ اینا طرفدار حق نیستن. و ما انت بتابع قبلتهم، و تو هم تابع کننده قبله از اینا نیستی. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، و بعضیشان قبله دست دیگر هم مطابقت نمیکنن. چرا؟ اینا همیشه در مخالفت با تشریع الهی هستند. ولئن اتبعت اهواءهم، ولی فکرت باشه ای مؤمن، ای مسلمان، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، که اگر مطابقت از خواهشات نفسانی ای دشمنای اسلام بکنین، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه بر شما علم آمده، انک اذا لمن الظالمین، باز شما از جمله ظالمان میشین. یعنی این چیز که باید مطابقت از اونا را نکنین. چهارم صفت دشمنای حق چی است؟ شناخت حق ولی کتمان از او هست. برای چی؟ برای شبهه افکنی. اما صفت مؤمنان چی است؟ طلب حق و متاثر نشدن به این شبهات از اینا. الله متعال میگه الذین اتیناهم الکتاب، کسایی را که برشان کتاب دادیم از بنی اسرائیل، یعرفونه، اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم میشناسن، کما یعرفون ابناءهم، ایتو میفهمن که پیغمبر الله هست، ایتو از چهره و از علامات از این میشناسن، مثل که فرزندای خود اینا میشناسن. چرا؟ همین صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتابای از اینا موجود هست. اینا کمی ببینن میشناسن. لکن و این فریقا منهم، لکن یک گروهی از اینا، لیکتمون الحق، اینا حق میپوشانن، کتمان حق میکنن. و هم یعلمون، در حالی که اینا میدانن که الحق من ربک، حق از کدام جهت است؟ حق به دست مخلوقات نیست، حق از جانب رب تو هست. فلا تکونن من الممترین، یعنی ای مسلمان ها شما نباشید از جمله، یعنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم شک دی نکو، یعنی شما مسلمان ها رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیغمبر معصوم هست. وقتی خطاب بر از او میشه، در حقیقت خطاب بر ما و شما هست که ما نباید شک بکنیم در حق. بعضی کسا میگن که مثلا حق مثلا حقوق زن و حقوق مرد و حقوق فلانی، یا کلشته چی هستن؟ تمام حقوق واقعی که حق است، ای در قرآن عزیز شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده. خب حال بحث اول که منهج تشریعی قانونی خلافت اسلامی هست، در این جز تشریح شده میره و مفصلا بیان میشه که پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم باید برای اقامه شریعت الهی در زمین الله از این منهج کامل استفاده کرده و او را تطبیق بکنن. خب این که ما این منهج کامل یا تشریع الهی را تطبیق میکنیم و یک منهج کامل هست، چی دلیل داریم؟ اول دلیل از قرآن داریم، دوم دلیل از سنت داریم و سوم دلیل از اقوال علمای اسلام داریم. دلیل از قرآن چی هست؟ الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنان شما در اسلام مکمل داخل شوین، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام های شیطان پیروی نکنین. پس اسلام که هست دارای بسیار ارکان هست که باید به این مکمل انسان مؤمن داخل شود. دلیلش از احادیث چی است؟ امام مسلم رحمه الله میگه که عن ابی هریره رضی الله عنه قال، میگه ابو هریره رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبه، میگه گفت که ایمان 70 چند یا 60 چند شعبه یا بخش داره. فافضلها، پس فضیلت ترین شعبه ایمان چی است؟ قول لا اله الا الله هست، که بگوی لا اله نیست معبود به حقی که مستحق عبادت باشه و اطاعت از او در تشریع بالای ما واجب باشه نیست الا الله، و غیر از الله متعال. این معبود به حق است که مستحق عبادت و اطاعت است. خب و ادناها، و پایین ترین شعبه ایمان چی است؟ اماطة الاذى عن الطریق، دور کردن چیزهای مضر از راه است. یعنی
پاکی محیط زیست. و الحیاء شعبة من الایمان، و حیا کس یک شعبه یا یک بخش از ایمان هست. پس اینجا ایمان کامل چی هست؟ دارای شعبات بسیار زیاد است که انسان مسلمان باید متوجه از این باشن. خب این حاله اگر ما همین موضوعات اسلام در بخش‌های مختلف ببینیم که بسیار بخش‌های زیادی داره. دلیل سومی که هست از اقوال سلف و علمای اسلام هست. امام طبری رحمه الله در این راستا چی میگه؟ امام طبری رحمه الله میگه بعضی از مفسرای قرآن کریم مثل مجاهد، قتاده، سدی ابن زید و ضحاک رحمهم الله، اینا وقتی که آیت قرآن میخواندن که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، یعنی فی الاسلام، شما در اسلام مکمل داخل شوین، اینه به معنای اسلام تعریف کردن، یعنی در اسلام به شکل کامل داخل شوین. علمای دیگر مثل ربی رحمه الله میگه که ادخلوا فی الطاعه، یعنی شما در طاعت الله داخل شوین. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، یعنی ادخلوا فی طاعت الله، از الله اطاعت بکنین در تشریع احکامش. امام ابن کثیر رحمه الله میگه که ابن عباس، مجاهد، ابو عالیه، اکرمه، ربیع، سدی، مقاتل ابن حیان، قتاده و اینا، ضحاک، اینا میگفتن که کافه چی مانه؟ به معنای جمیعا، یعنی تمامی میباشد. و مجاهد میگه که به تمامی اعمال نیک و راههای نیک عمل کنید. امام ابن کثیر میگه یعنی به تمامی شعبه های ایمان و شرایع اسلامی عمل کنند و آن بسیار زیاد است، یعنی به احکام شریعت الله عمل بکنند و این بسیار زیاد است. خب دکتر عبدالرافع عبدالحلیم فقی میگه مفهوم النظم الاسلامیه، میگه مفهوم نظام های اسلام چی است؟ هو الاحکام و القواعد التي شرعها الله سبحانه و تعالی. این عبارت از احکام و قواعد است که الله متعال او را تشریع کرده. برای چی؟ لتنظیم اعمال الناس و علاقاتهم المتنوعه، به خاطر تنظیم امور مردم و روابط مختلفشان. فقواعد الاسلام و احکامه فی السیاست و الاقتصاد، میگه احکام، قواعد و احکام اسلام در سیاست، در اقتصاد، در علم، در اجتماع، در قضا، در عقوبات، قانون جزایی. یعنی ببینید اینجا نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام قضایی، نظام جزایی و غیرها من القواعد و الاحکام و دیگر قواعد احکام که است التي تنظم الحیات الخاصه و العامه، که تنظیم میکنه حیات خاص عام را. تشکل بمجموعها و تناسقها، به مجموع و به تناسقش و ترابطها، این کل یک با هم یک جای کنی رابطه بیتی، این چی رو تشکیل میده؟ النظام الاسلامی شامل، نظام اسلامی شامل. این چی میکنه؟ این شامل میشه. خب آل امی نظام های اسلام که است، ما شما میم کدام نظام های اسلام است؟ نظام اسلام مثلا ببینید چندین نظام از اسلام، آیاتی که موضوعات اعتقادی رو بیان میکنه، این نظام اعتقادی اسلام است. آیاتی که عبادات بیان میکنه، این نظام عبادات اسلام است. آیاتی که امور سیاسی رو بیان میکنه، نظام سیاسی اسلام است. آیاتی که موضوعات قضایی رو بیان میکنه، این نظام قضایی اسلام است. آیاتی که نظام اجتماعی اسلام بیان میکنه، احکام اجتماعی، خانواده، فامیل، حقوق زن، حقوق مرد، حقوق طفل، این نظام اجتماعی اسلام است. آیاتی که و احادیثی که کلش آیات و احادیث طبعا که در مورد اخلاق است، این نظام اخلاقی اسلام بیان میکنه. آیاتی که در مورد اقتصاد هست، نظام اقتصادی اسلام بیان میکنه. و آیاتی که در مورد مال هست، نظام مالی اسلام بیان میکنه. آیاتی که در مورد تعلیم و تربیه هست، نظام تعلیمی و تربیوی اسلام بیان میکنه. و آیاتی که در مورد ثقافت و فرهنگ خاص مؤمنا هست، این نظام فرهنگی و ثقافتی اسلام بیان میکنه. و آیاتی که در مورد جهاد هست، این نظام جهادی اسلام بیان میکنه. و آیاتی که در مورد دعوت است، نظام دعوتی، یعنی امی 70 چند شعبه اسلام. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، الایمان بدع و 70 شعبه یا بدع و 60 شعبه. این میتونیم خلاصه بکنیم در
در 12 نظام که این نظام های اسلام است و همین نظام ها در این آیات قرآنی بیان میشه. میریم کدامش در مطالبی که در اینجاست. مطلب اول میخوانیم که احکام تشریعی اعتقادی یا نظام اعتقادی اسلام. آیت 148 سوره بقره. بسم الله الرحمن الرحیم ولکل وجهة هو مولیها. سبقت و پیشقدمی در نیکی ها یکی از امور اعتقادی چی هست؟ یکی از احکام تشریعی که انسان مؤمن همیشه در نیکی ها باید چی باشه؟ پیش قدم باشه. ولکل وجهة هو مولیها. هر کسی یک جهت داره که به مو طرف روی خود دور میته. فاستبقوا الخیرات. ای مؤمنای موحد شما در نیکی ها پیش دستی بکنین. اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. شما در هر جایی که باشین الله شما را چی میکنه؟ به شما میآید، به شما را پیدا میکنه. ان الله علی کل شیء قدیر. الله به هر چیز قدرتمند است. دوم، از صفات اعتقادی نظام اعتقادی اسلام، از صفات عقیده خوب یک انسان مؤمن چی هست در نظام اعتقادی اسلام؟ اطاعت از حق است. و من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام. از هر جایی که خارج شدی روی کدام طرف دور بدی؟ به طرف مسجد الحرام دور بدی، بیت الله شریف. و انه للحق من ربک. این حق از جانب ربت است. وقتی که فهمیدی که این حق تشریع شد از جانب الله، پس تو از این اطاعت بکو. و ما الله بغافل عما تعملون. و الله بی‌خبر نیست از آن چیزی که شما انجام میدین. سوم، توحید در عبادات قلبی یعنی توحید در خوف. ما عبادات قلبی تقریبا 18 قسم عبادات قلبی داریم که در بحث‌های چی میاد؟ در بحث‌های عقیده میاد. یکی از جمله امی عبادت‌های قلبی که مثلا خوف است و رجا هست و چی هست؟ محبت است. اینا کلش عبادت‌های قلبی هست. یکی از عبادت‌های قلبی خشیت و ترس از الله هست. و من حیث خرجت. و از هر جایی که بیرون شدی فولی وجهک شطر المسجد الحرام. روی به طرف مسجد الحرام بگردان. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. و هر جایی که بودین شما روی به طرف بیت الله شریف بگردان. لئلا یکون للناس علیکم حجه. تا که مردم در بالای شما دلیل و حجت نداشته باشند. الا الذين ظلموا منهم. بغیر از کسانی که اونا ظالم هستن از اون جمله تشریع الهی را قبول ندارن. فلا تخشوهم. پس ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و ای مسلمان مؤمن موحد از این بیدین ها مترس. و الله متعال میگه وخشونی فعل امر است، یعنی فقط از ما خشیت بکنین. انما یخشى الله من عباده العلماء. کی زیاد از الله میترسه؟ کسایی که الله را خوب میشناسن، عالم هستن، الله را خوب با ذاتش، با صفاتش، با عبادتش میشناسن، یا باز از الله متعال بسیار میترسن. این یکی از عبادت‌های قلبی شد در نظام اعتقادی اسلام. ولی اتم نعمتی علیکم. و تا تمام بکنم نعمت‌های خدا بالای شما. ولعلکم تهتدون. و تا که شما هدایت شوین. اینمی که شما اطاعت از احکام الله میکنین، خشیت میکنین به الله، چی است؟ اینمی نعمت‌های الله به شما تمام میشن و شما هدایتی بان حقیقی میشین. خب آل برای ما بیان میکنه در نظام اعتقادی اسلام که رسالت و مکلفیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ این نقطه چهارمی هست. آل رسالت و مکلفیت که نشان میده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما ارسلنا، همین قسمی که فرستادیم، فیکم در بین شما رسولا پیغمبری، منکم از خود شما انسان ها، یتلو علیکم کی پیغمبر تلاوت میکنه بالای شما آیاتنا، آیات ما را. این مکلفیت پیغمبر چی هست؟ که آیات الله را بر مردم برسانه. و یزکیکم، و شما را تزکیه بکنه. چه قسم شما را تزکیه بکنه؟ یعنی از نگاه اعتقادی با قرآن و سنت شما را پاک بسازه از شرک و کفر. از نگاه اخلاقی شما را تزکیه بکنه. قلب پیغمبر پاک است، آیات قرآن پاک است، با قلب پاک خود با آیات کتاب شما را پاک بسازه از نگاه اخلاقی. عبادات پاک براتان تعلیم بدم، احکام پاک بر شما چیز بدن، جامعه پاک و خوب و نظیف بر شما پیشکش بکنم. و یعلمکم الکتاب و الحکمه، و تعلیم میدهد این پیغمبر بر شما. این مکلفیت ها و وظایف پیغمبر است که بر شما تعلیم میده کتاب الله را، و الحکمت، سنت
رسول الله صلی الله علیه و سلم. کتاب و حکمت که گفته میشه کتاب قرآن و حکمت احادیث و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و بر شما چیزایی تعلیم میده که شما نمیدانستین. پنجمین نقطه در نظام اعتقادی اسلام چی است؟ توحید در عبادت زبانی، یعنی در ذکر و شکر. الله متعال چی میگه؟ فذکرونی، پس ذکر یاد کنین مرا. این کدام عبادت است؟ عبادت زبانی. ما و شما تقریبا زیاد عبادت های زبانی داریم که به زبان ما میشنه. عبادت های ما و شما عبادت های فکری هست، قلبی هست، زبانی هست، بدنی هست، مالی هست و تشریعی هست. 6 قسم عبادت داریم. یکی از عبادت های زبانی ذکر است و دیگه از عبادت های زبانی شکر است که شکر الله را بکنیم. و بعضی علما باز میگن که ذکر عبادت زبانی هست، شکر با تمام اعضای بدن میشه. یعنی اگر هر عضو بدنت مطابق حکم الله استعمال کردی، او عضو بدنت شکرش انجام دادی. اگر استعمال نکردی، او کفران از اون نعمت کردی. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. فذکرونی، پس الله متعال میگه اذکرونی، سکو فعل امر شد. اذکرون یعنی یاد کنین ای مؤمنان. نی مربی بی اینجا ضمیر مفرد ذکر شد، متکلم. یعنی الله متعال میگه ذکر وقتی که میکنین که میشینین یا الله میگین، که میخیزین یا الله میگین، غذا میخورین بسم الله میگین. اتو نگوین که مثلا در شیشتن و برخواستنتان مثل مشرکین واره غیر الله را یاد کنین. اینال الله متعال میگه شما مرا به یاد بکنین، اذکرکم، باز ما شما را به یاد میارم. در کجا؟ در مقام های عالی شما را یاد میکنم. واشکرولی، و شکر هم این عبادت هم لی بر من بکنین، ولا تکفرون، و کفران نعمت نکنین و کافر نشین. ششمی توحید در استعانت از در نظام اعتقادی اسلام. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، وقتی که برای یک مؤمن یک مصیبت میرسه چی میکنه؟ استعینوا بالصبر والصلاة. این حکم الله است. وقتی که بعد مصیبت رسید، اول صبر بکو در مصیبت، و دوم نماز بخوان، به الله رجوع بکو، بعد دست دعا و سجده بر الله بکو که مصیبت تو را رفع کنه. ان الله مع الصابرین، یقینا که الله به امرای کی هست؟ به امرای صبر کننده ها. هفتمی قاعده اعتقادی در نظام اعتقادی اسلام، ایمان به برزخ و زنده بودن شهیدا. در کجا؟ در عالم برزخ. این حال شهدا زنده هستن، ولی زنده هستن در کجا زنده هستن؟ در عالم برزخ زنده هستن. ما زندگی از اونها را احساس میکنیم. آیت قرآن میگه نه، ما شما زندگی از اونها را احساس کرده نمیتونین. بناهن شهدا به حساب زندگی دنیا فوت کردن. خانمش بیوه هست، طفلش یتیم است، مالش میراث است، اما با اعتبار حیات برزخی اونا زنده هستند. ولا تقولوا، الله متعال میگه ولا تقولوا، و نگویید لمن یقتل فی سبیل الله اموات، برای کسایی که در راه الله قتل شده هن، شهید شدن، یا را مرده ها نگوین، یعنی مرده های حقیقی نگوین، چون در آیات دیگه قرآن هست که مرده هستن در به حساب عالم دنیا. چرا؟ کل نفس ذائقه الموت، هر نفس حتی پیغمبر و شهید کلگی میمیره، لکن مرده حقیقی نیستن. چرا؟ در عالم برزخ اینا زنده هستن، بل احیاء، بلکه اینا زنده هستن، ولکن لا تشعرون. چی معنی لکن لا تشعرون؟ یعنی شما زندگی از اونا را احساس نمیکنین. بعضی کسا میگه در فلان جای من شهید دیدم و در خانه ما شهید است، یک چیزی خدامون کدام شیطان در چهرهش آمدن، کدام یک بعضی بی‌نمازا رو ببینی همین قسمی باز میرن در یک جای شمع در میکنن و عادتهای زردشتی و عادتهای آتش پرستا رو میکنن، در یک جای کنجولی یک دانه شمع در میته. اینو چرا در میته؟ والا اینجا شهید است و چطور است و چنان است. خود شهید که است تو باز برای شکارای آتش پرستی رو میکنیم. این حال کس شهید دیده نمیتونه. چرا؟ زندگی از او را به خاطر ازی که الله متعال میگه ولکن لا تشعرون، شما زندگی از اونا را احساس نمیکنین. اونا زنده هستن در عالم برزخ، احیا هستن، زنده هستن. هشتم مسئله اعتقادی استقامت در امتحانات ابتلاعات است. یعنی الله متعال میگه ای مسلمان،
بعد تو مزیات امتحانات میارم. این امتحانات برای چی هست؟ که اگر گناهگار هستی گناههایت بخشیده شوند. اگر گناهگار نیستی مثل که پیغمبر وار معصوم است و انسانی که باز پاک باشه و گناه نداشته باشه باز این مقامش بلند میشه پیش الله. با این مصیبت ها الله متعال میگه ولنبلونکم، و حتما شما را امتحان میکنیم به شیء، به چیزی من الخوف، از ترس. یگان وقت انسان که یک حالت میگه که دشمن حمله میکنه و تو را میبره و میزنه و میکشه و بندی میکنه، این یک امتحان الهی است که انسان از خوف دشمن، این خوف غریزی هست که انسان از ظالم، از قاتل، از جنایتکار، از حیوان درنده از این خوف می داشته باشه. خوف غریزی میگه. الله متعال میگه من شما را امتحان میکنم به چیزی از خوف و الجوع، از گرسنگی. یک وقت انسان امتحان میشه، اما خوراکش و امی چیزایش کم میشه. 24 ساعت من کال پدرم برای من پنیرک بیاره و چی بیاره، اینال این هم یک امتحان است. مثلا برای انسان تمام چیزهایی که میخواه برش نمیرسه. بعضی اوقات ببینی که حتی مجاهدین در حالات قسم میکردن، مثلا در زمان روسا مجاهدین قسم میکردن که ما هفته ها سبزه میخوردیم، برگ درخت میخوردیم، از اینکه هیچ چیز نبود، از بالا تیاره بود، از زمین. این همی قسم در نظام های طاغوتی هم همی قسم امریکایی بمبارد میکردن مسلمان ها، مجاهدین بسیاری وقتا در زیر ظلم از اینا مثلا به هفته ها گرسنه میماندن. و نقص من الاموال، و در نقصان مال ها. این دیگه امتحان است که بسیاری وقتا انسان مثلا مالش از بین میره، یک وقت پیسیش گم میشه، یک وقت مثلا سر باغش، سر خانهش، سر از زلزله می، طوفان می. این کلش چی هست؟ امتحانات الهی هست. و الانفس، یا نفسا، انسان قریبش، دوستش، پدرش فوت میکنه، مادرش فوت میکنه، اولادش، دخترش، پسرش، این کلش فوت میکنه میره. پس این هم یک امتحان الهی هست. برادر انسان، خواهر انسان فوت میکنه، جگرخون میشه انسان. و ثمرات، و ثمره ها، مثلا میوه ها بسیاری وقتا یک دفعه یک برف میشه یا یک جاله میشه، او میوه ها کلش از بین میره. این کلش چی است؟ امتحانات الله هست. لکن الله متعال میگه و بشر الصابرین، در تمام از این مصیبت ها کی را بشارت بده؟ کسایی که صبر میکنن. چی و داوا و بعضی کساست که سختی ها سرش بیه حتی کفر میگن، حتی کفر میگن، دیده باشین کافر میشه. هم مصیبت سرش آمد هم کافر شد. اینال بی خاطر الذین، اینا صابرین کدام مردم هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، الذین کسان هستن که اذا اصابتهم مصیبه، وقتی که برشان مصیبت برسه اینا چی میگن؟ قالوا، میگن انا لله و انا الیه راجعون. ما برای الله هستیم. مالک ما کی هست؟ الله هست. بناهن ما مال الله هستیم. آیا الله مال خود از بین میبره؟ نه، از بین نمیبره. مال الله هستیم و الله ما را حفظ میکنه. و انا الیه راجعون، و ما به طرف الله رجوع میکنیم. از این خاطر انسان مسلمان وقتی که مصیبت برش میرسه میگه قل لن تصیبنا الا ما كتب الله لنا. میگه در این مصیبت هم الله برای ما لنا، علینا نگفته، یعنی برای ما خیرها را نوشته کرده. در این مصیبت خیر است که انسان نمیفهمه. مثلا اگر دشمن اسلام، یک کافر، یک بیدین، یک مشرک، یک قاتل میکشیده، پس در این چی میشه؟ در اینجا شهادت حاصل میشی. اگر بندی میشی در مقابلش اجر است، اگر زخمی میشی در مقابلش اجر است. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک. علی نتیجه این صبر. امتحانات چی هست؟ امتحانات است. در مقابل امتحانات صبر میکنی، چی نتیجه گیری میکنی؟ الله متعال میگه اولئک، امی گروه مردمی که در مصیبت ها صبر میکنن، علیهم صلوات من ربهم و رحمه. بالای از اینا صلوات من ربهم، یعنی بالای از اینا الطاف و رحمت های از جانب الله هست. الله بالای از اینا رحمت میفرست، درود میفرستن. صلوات من ربهم و رحمت. اینا صلوات از جانب الله چی هست؟ وقتی که الله صلات میفرسته و معنای ازی که الله رحمت خود بر تو میفرسته و تو را از عذاب خود نجات میده. و رحمت هم رحمت الله و اولئک هم المهتدون، و امین مردم اینا هدایت هستند. پس در مصیبت صبر کردن سه منفعت گرفت. مستحق صلوات و درود الله شدیم، مستحق رحمت الله شدیم و مستحق هدایت الله که الله میگه
اینا هدایت یاب حقیقی هستند. نهم موضوع اعتقادی در نظام اعتقادی اسلام که در اینجا بیان شده، توحید در تعظیم شعائر الله است. یعنی شعائر الله چی را میگن؟ آن چیزی که الله به او امر کرده و او مربوط دین میشه. مثلا نامهای الله، صفات الله، قرآن عظیمشان. یعنی اینی قرآن عظیمشان کسی ای از شعائر الله هست. ما این قرآن را دوست داریم و تعظیم میکنیم. تعظیم شعائر الله دلیل و ما یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، پاکی قلب سلیم چی میکنن؟ به شعائر الله تعظیم میکنن. قرآن شعائر الله هست، کعبه شعائر الله هست، حجاب شاعر الله هست، پیغمبرها شاعر الله هستند. الله میگه مثلا صفا و مروه این دو تا کو بسیار کوهکای خرد است، لکن الله بر اونها عزت زیاد داده. شاعر الله هست، سعی بین از اینا میشه. الله متعال میگه که ان الصفا والمروه من شعائر الله، یقینا که صفا و مروه چی هستند؟ از شاعر الله هستند. فمن حج البیت، هر کسی که حج کرد به بیت الله شریف او اعتمر یا عمره کرد، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، بر او کدام گناهی نیست که طواف به اینا بکنن. اصلا این آیت در جواب کسایی هست که یک تعداد از مردما بودن که او مردما در وقت بت پرستا در اینجا بت‌ها را مانده بودن. وقتی که در کعبه هم بت مانده بودن، در هر جایی که شاعر الله بود اینجا بت‌ها را مانده بودن. وقتی که صحابه آمدن این بت‌ها را شکستاندن و از بین بردن. اینجا چی شد؟ اینجا مردم در دلش تشویش میشد که اینجا مردم مثلا اینجا بت پرستال سعی میکردن و تا بالا میرفتن. نه، اصل سعی و طواف در اسلام بود، در شریعت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام. لکن بت پرستا آمدن در او بدعت ها را داخل کردن. بدعت چی بود؟ بت ها و مجسمه ها و گوها را کشتن یا شتر در مقابل بت های خود کشتن و باز خون از رو در اونجا زدن. این عادات جاهلیت بود. میگه الله متعال میگه ای خو از شعائر الله هست. فمن حج البیت، هر کسی که به حج بیت الله را میکنه یا عمره میکنه، فلا جناح علیه، بالایش گناه نیست ان یطوف بهما، که به اینا طواف بکنه، یعنی سعی بین صفا و مروه بکنه. و من تطوع خیرا، و هر کسی که کار نیک را انجام داد، فان الله شاکر حلیم، الله شاکر است. چی معنی شاکر است؟ یعنی الله متعال در مقابل اعمال کم شما بسیار اجر زیاد میده و بسیار علیم است که الله متعال به حالات شما خبر دارم. اینال دومی، جزای کتمان ما انزل الله. اینالی بسیار خطرناک است که در عقیده اسلامی میگه که ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، یقینا کسایی که کتمان میکنن آنچه که ما نازل کردیم از بینات، دلایل روشن و هدایت، من بعد ما بیناه للناس، بعد از اینکه ما او را برای انسان ها بیان کردیم فی الکتاب، در کتاب، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، الله اینا را لعنت میکنه. یعنی او علما و او دانشمندا و او فقها و او مفتی هایی که اینا کتمان میکنن، حق بر مردم نمیرسانن و حق میپوشانن به خاطر منفعت های دنیایی، الله متعال میگه که بالا از اینا یلعنهم الله، سر از اینا لعنت الله هست. لعنت چی معنی؟ لعنت علما میگن اللعن الطرد من رحمت الله. ای از رحمت الله چی شد؟ طرد شد. وقتی که یک نفر از رحمت الله ناامید شد و طرد شد، به این معنی از جنت الله ای چی شد؟ محروم شد. و یلعنهم اللاعنون، و اینا را تمام لعنت کننده ها، نبیین، صدیقین، ملائکه، کلشان اینا لعنت میکنن. لکن الله متعال حتی برای کسایی که کتمان میکنن، از پیشان کتمان شده یا به اشتباه شده یا قصدن کردن، الله متعال میگه الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه کردن و اصلحوا و اصلاح کردن و بینوا. اینا از علما توبهشان چی است؟ که اول توبه بکنه از گناه خود پیش خود. باز تنها کفایت نمیکنه، چون تو عالم هستی و تو را کلپت و در سایت و خطبیت و در سایت مردم شنیده و گمراه شده، حال تو باید اصلاح بکنی، اما غلطی خدا باید برای مردم بگویی که مردم برادرم. اگر ما مثلا یک وقتی در نظام طاغوتی رفتیم کار کردیم، حال توبه کردیم و در نظام طاغوتی کار کردن ناروا هست
و انسان در صف طاغوت ها داخل میشه و به شکل از اشکال و منفعت طاغوت ها هست. از این باید این ما توبه کردیم و بیان میکنیم برای مردم که اشتباه هست. و اگر یک کسی مثلا از ما در اون وقت مثلا پرسان کرده برش گفته نتانستیم مثلا که تو در امنیت هستی یا پلیس هستی یا در اردو هستی، با اینمی عملت ما را بندی کردی، ما را بندی میکردی، ما را میزدی و میکشتی، بسیاری وقتا انسان گفته نمیتونست. این هم یک نوع کتمان است. پس باید انسان بویه که اگر کسی مثلا در صف امریکایا کار کرده و دفاع از امریکایا میکنه یا در صف روس میره یا در صف انگلیس میره یا در صف جرمن میره یا در صف یهود میره یا در صف نصارا میره یا در احزاب از اینا داخل میشن، اینا با اینمی کارشان و من یتولهم منکم، هر کسی از شما که از این کفار دفاع کرد فانه منهم، ای از جمله از اینا میشن. این دفاع 4 قسم میشه. بعضی کسا فکرن از اینا دفاع میکنن، بعضی ها با زبان از اینا دفاع میکنن، تبلیغات میکنن، بعضی از نگاه فکری میگن این نظر و اندیشه از یا خوب است، یهود خوب هستن، نصرانی ها خوب است، صهیونیسم خوب است، در حزب از میتونی تو مسلمان هم داخل شوی. یعنی بعضی کسا از اینا فکران دفاع میکنن، بعضی ها مثلا با زبان میخوان تبلیغ میکنن، به نفع یهود و نصارا تبلیغ میکنن، در رسانه ها، در پوهنتون ها حقوق مثلا میگن که بهترین قانون قانون غرب است، بهترین نظام غرب است. این با زبان ای طاغوت چیز کرد. بعضی کسا با دست و با سلاح دفاع میکنن. مثلا چی میکنن؟ سلاح میگیرن، عسکرش میشن، پلیسش میشن، امنیتش میشن، وزیرش میشن، در پارلمان ازی میرن، و کل به شکل از اشکال طاغوت پیروی میکنن. و بعضی کسای دیگه از قسم 4مش که با مال خود بر از اونا مال میتن و پیسه میتن برای امی پیروای طاغوت و برای طاغوت ها. به این 4 شکل برای کافران منفعت مالیش میرسه و از این طریق ای چی میکنن؟ ای در جمله از اونا شد. پس اینال علمایی که اینا را کتمان کردن باید صراحتا برای مردم بگوین که او برادر او خواهر که تو در اینمی پلیس ملی و اردوی ملی و امنیت و در خاد و در اینمی چیزا بودی و در پارلمان بودی یا قاضی بودی، مطابق قانون از اینا قضاوت میکردی یا قانون کفری دموکراسی را درس میدادی و مردم به این میکردی، باید توبه بکنی. چرا؟ اگر توبه نکنی روزیت هم قبول نمیشه و تو در کفر داخل هستی. چرا؟ این کلش سبب چی میشه؟ الله متعال میگه و ما یتولهم منکم فانه منهم، این از جمله از اوناست، یعنی مسلمان نیست، از دایره ایمان خارج شد. این بسیار خطرناک است. باید انسان این علمایی که در این قسمت نگفتن برای مردم حق بیان نکردن، باید توبه بکنن و اصلاح بکنن و برای مردم بیان بکنن که والا امو وقتی ما میترسیدیم یا ما مثلا ما نمیفهمیدیم یا مثلا ما به هر شکل از اشکالی که بود نگفتیم، یا الله ما را ببخش و ما توبه کردیم و این توبه خود صراحتا برای کل مردم بیان میکنیم. فاولایی که الله متعال میگه که اینی گروه مردم است که باز اتوب علیهم، توبه از اینا را میگه الله متعال میگه من قبول میکنم. و انا التواب الرحیم، و ما بسیار پذیرنده توبه و بسیار مهربان هستم. به همین خاطر دوستای عزیز همین آیت قرآن وقتی که ما میخوانیم اگر از پیش ما در کدام مسئله خطا میشده باشه، اشتباه میشده باشه، میگیم که او در کتمان داخل نشه. از این خاطر میخوایم بیان میکنیم که برادر اینی وقت ما در کلیپ خود این تو یک کلمه یا یک جمله از زبان ما برآمده هست و او وقت یا من جاهل بودم نمیفهمیدم، امی حکم از این نمیفهمیدم، علمیت نداشتم، و آل که امیر الحمدلله فهمیدم، آل توبه میکنم و رجوع میکنم. این 11 موضوع تشریح چی است؟ جزای کفر. ان الذين كفروا، این هم در نظام اعتقادی اسلام است که یقینا کسانی که کافر میشن و ماتوا و باز میمرن، یعنی کسایی که کافر شدن و مردن و هم کفار، در حالی که اینا کافرها بودن. آل حکم از اینا چیست؟ اولایی که یلعنهم الله، اولایی که علیهم، بالای اینمی کسایی که خودشان بدل خود کافر شدن و مردن در حالی که کافر بودن. اولایی که علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، بالای از اینا لعنت الله هست و لعنت ملائکه هست و الناس اجمعین، از تمام مردم، یعنی یا از رحمت الله دور هستند. خالدین فیها، بر همیشه در دوزخ می باشند. لا یخفف عنهم العذاب،
تخفیف نمیشه از اینا عذاب، ولا هم ینظرون، بر از اینا مهلت هم داده نمیشه. این آیت هم خطرناک است. وقتی که ما و شما بعضی کافرها را میبینیم، بعضی کسا را میبینیم که این کسایی که کافر شدن یا مرتد شدن و مردن با ارتداد، مثلا پیروی از مارکس و انگلس و لنین میکردن، پیروی از کمونیسم میکردن و اسلام مسلمان مجاهد اشرار میگفتن و صراحتا کفر خود بیان میکردن و در مقابل مجسمه لنین و در مقابل مجسمه های کفری تعظیم میکردن. این حال بعضی کسا همی آیت قرآن قبول ندارن. وقتی که برشان بگویی باز میگن او خود مسلمان هست. الله متعال میگه کسایی که کافر شدن و ماتوا و هم کفار و اعلان نکردن، توبه نکردن از کفر خود، دمو راه خود، دمو سیستم خود، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حزب پرچم افغانستان، حزب ستم ملی افغانستان، حزب سوسیال دموکرات، حزب لیبرال دموکرات، این صراحتا میگفتن و در کفر داخل هست و با همین کفر خود مردن. این حال الله چی میگه؟ میگه این کسایی که کافر شدن و اونا مردن در حالت کفر خود، بالای از اینا لعنت الله هم است، لعنت ملائکه هم است از تمامی انسان ها و در دوزخ همیشه این باشه و تخفیف برشان نمیشه، ولا هم ینظرون، برشان هیچ مهلت هم داده نمیشه. حالش یک کس میخیزه امی آیت قرآن، دو آیت قرآن چی میکنه؟ انکار میکنه، میگه نه من او کافر نمیگم. آلو خب خودش صراحتا میگه من کافر هستم. وقتی که یک نفر خودش اقرار، المرء یؤخذ باقراره، یک کس به اقرارش، وقتی که یک نفر خودش خیس اقرار کرد که من کافر هستم، من کمونیست هستم، من سیکولر هستم، من قوم پرست هستم، به زبان خود اعتراف کرد، باز تو حق نداری که باز مؤمن بگی. اگر گفتی باز اینجا چی میشه؟ خودت در کفر داخل میشی. چرا کسی که کافر حقیقی و اصلی که کافر هست و ثابت است و این کل علما میگن کافر است، این باز تکفیر نمیکنه، خودش کافر میشه. در نواقض، یکی از نواقض ایمانی است که یک نفر، یک کافری که کفرش صریح معلوم دار است، او رو تکفیر نکنه و بگه که نه من این چی میگم؟ مسلمان میگم. این بسیار خطرناک است، متوجه باشین. بعضی اوقات یگانه که به دیگرها دلسوزی میکنه، خدا چی میکنه؟ در دوزخ میبرن. دیگر 12 موضوع چی است؟ وحدانیت معبود حقیقی هست که و الهکم اله واحد، ای مردم اله شما یعنی معبودی که او اله دو صفت داره، ذاتش عبادت میشه و قانون و شریعتش اطاعت میشه. الله متعال میگه او معبود شما، اله شما که اله حقیقی هست، اله واحد است، معبود یگانه هست، متعدد نیست که شما بت‌ها و سنگ‌ها و ملائکه و پیغمبران را هم معبود جور کردین. لا اله نیست معبود به حق ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا هو، بغیر از الله، الرحمن الرحیم که ذات است که الرحمن است، بسیار بخشاینده و بسیار وسیع از نعماتش، الرحیم این نعمت‌ها را بر تمام مخلوقاتش میرسانم. 13 حکم در نظام تشریعی اعتقادی چی است؟ توحید در حکم تکوینی هست. دو قسم توحید است، یکی توحید در حکم تشریعی هست، متوجه باشین، یکی توحید در حکم تکوینی هست. تکوینی چی معنی؟ یعنی کل کائنات، آسمان ها، زمین، آفتاب، مهتاب، کل از اینا را حاکم از اینا که اینا را حکمش بالای از اینا تطبیق میشه، حاکم از اینا کی است؟ الله هست. این را حکم تکوینی میگه که مربوط الله هست. ان فی خلق السماوات، یقینا که در خلقت آسمان ها و الارض و زمین، این حکم تکوینی است. خلقت آسمان ها و الارض و زمین یا حکم تکوینی الله هست. آسمان کی خلق کرده؟ الله خلق کرده. کی این نظام ها و این نظام شمسی و این سیارات یا ای که از اینا را کی اینا را حفظ میکنه و نگاه میکنه و کی اینا را تنظیم کرده، همه از اینا را کی اینا را تدبیر میکنه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، ذات قیوم است که قیومیت یعنی اینا را، کل از اینا را تدبیر و تنظیم میکنه. پس این حکم تکوینی هست. حکم تشریعی چی است؟ حکم تشریعی که ما و شما گفتیم که نظام تشریعی نظام مثلا اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، جهادی، دعوتی، این نظام تشریعی است. یعنی دو قسم توحید، توحید تکوینی و توحید تشریعی که را باید ما و شما دقیق این را بفهمیم. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا که در خلقت آسمان ها و زمین که حکم تکوینی بالا از اینا از کی است؟ از الله هست. سعی کن الله متعال میگه که انسان مؤمن به می
مخلوقاتی که الله داره، این کل مخلوقات الله که حاکم تکوینی از اینا الله هست. این هر مخلوق برای انسان دلیل است به قدرت الله. سعی کنید چند چیز پیش میگن. ان فی خلق السماوات، اول خلقت آسمان ها، دوم در خلقت زمین. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل، در اختلاف شب و روز، این هم به حکم تکوینی الله جریان داره. و لیل شب و نهار روز. و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، کشتی که جاری میشه در بحر با ایک به مردم منفعت میرسانه. و ما انزل الله من السماء من ماء، و آنچه که الله نازل کرده از آسمان از آب. خب خلقت آسمان ها و زمین یک، اختلاف اللیل و نهار دو، و الفلک التي تجری فی البحر، کشتی که در بحر میره و منفعت به مردم میرسانه، ای سه. و السحاب المسخر بین السماء والارض، و ابرهایی که مسخر است در بین آسمان و زمین، در وسط آسمان و زمین این ابرها هست. لآیات لقوم یعقلون، این کل از اینا چی هست؟ آیات از دلایل است از قدرت الله سبحانه و تعالی، دلایل به حاکمیت تکوینی الله هست. برای کی؟ برای قوم یعقلون، برای قومی که عقل داره، از عقل خود استفاده میکنن و در این حاکمیت تکوینی الله این چی می باشه؟ ایمان می داشته باشه. 14 توحید و شرک در محبت بیان میکنه. این هم عبادت قلبی هست. توحید در محبت و شرک در محبت این را بیان میکنه. و من الناس، و بعضی از مردم من کسانی هستند که یتخذ من دون الله اندادا، که بغیر از الله انداد ند و ضد میگیرن به خالق متعال. محبت خدا بر از اون میترسه و بر از اون جا میگن یحبونهم که حب الله، به امرای از اون انداد، یعنی کسایی که او را ضد برای الله گرفتن. این چی میکنن؟ باز محبت میکنن به امرای از اونا مثل محبت الله. او محبت را باید به خالق داشته باشه. بت پرستا او را به بت‌ها میتن، قبر پرستا به قبرها میتن، حیوان پرستا به حیوانات میتن، مثلا ستاره پرستا به ستاره میتن. این قسم یعنی این کل شرک است. والذین آمنوا، و کسانی که آمنوا ایمان دارن، اشد حبا لله، محبت بسیار قوی با الله می داشته باشند. پس این محبت قوی که انسان مؤمن، محبت عبادت، این محبت چی میگن؟ یکی محبت غریزی هست، فکرتان باشه. محبت غریزی چی هست؟ که مثلا پدر اولاد خود دوست دارن. متوجه شدین؟ این حال من مادر خود دوست دارم، من پدر خود دوست داشتم، مادر پدر خود دوست می داشته باشی، مادر و پدر تو را دوست می داشته باشه، اولادت را دوست می داشته باشی، اولاد تو را دوست می داشته باشه، خواهر و برادر تو دوست داری. این محبت غریزی هست. ای گرسنه مثلا طعام خوش داره، این محبت غریزی است. لکن محبت عبادت که در او خوف و محبت و رجا و چی هست؟ از ذلت است، این باز مخصوص الله هست. بعضی کسا این محبت عبادت به غیر الله میکنه، این شرک است. و والذین آمنوا، صفت مؤمنان چی است؟ که امی محبت عبادت مخصوص به الله میکنن. ولو یرى الذین ظلموا، و اگر ببینن کسانی که، یعنی وقتی که ببینن کسایی که ظلم کردن. ظلم چی معنی اینجا؟ یعنی شرک کردن. ان الشرک لظلم عظیم. شرک کردن. اذ یرون العذاب، وقتی که عذاب ببینن که ان القوة لله جمیعا، ببینن که تمام قوت از الله هست. این گواهی را که پرستش میکنن و خودش هم مردار افتادن. او سیارات و آفتاب و مهتاب را که پرستش میکنن، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، یا کلش تکت تکت شده و از بین رفته. او قبرهایی را که عبادت میکنن و کلش هم مصاحبای قبر میخوده، برش میگه لعنت الله سر تو ظالم. مکی تو را گفته بودم که ایواز به الله سجده کنی، بر من بیا سجده بکن. ایوازی که نام الله را بگی، من خودم بنده الله بودم. اینال و اذ یرون العذاب ولو یرى الذین ظلموا، وقتی که ببینن کسانی که ظلم کردن، اذ یرون العذاب، وقتی که همین عذاب به چشم خود ببینن، دوزخ ببینن در روز قیامت، میفهمن که ان القوة لله جمیعا. باز قوت میفهمن که مخصوص الله هست، کل قوت از الله هست. از این خاطر در روز قیامت الله متعال سلام میگن لمن الملک اليوم، امروز مالکیت و حکم برای کی هست؟ کلگی سکوت هستن. نبیین، صدیقین، پیغمبر، هیچ کس جواب نمیده. حتی پادشاه ها و تراک از کلش در لرزه و سرایشان خم افتادن.
این الله متعال میگه لله الواحد القهار، سبحان الله. این و ان الله شدید العقاب، و الله شدید عقابت کننده است. 15 نظام تشریعی اعتقادی، بیان بیزاری پیروان طاغوت از طاغوتان در آخرت. سبحان الله. امروز چقدر مثلا مردم ها هستن که میخیزن از طاغوتا پیروی میکنن و از حق پیروی نمیکنن. الله متعال میگه که اینمیا باز پیر از مرید، مرید از پیر، رئیس حزب از اعضای حزب، اعضای حزب از رئیس حزب، اعضای پارلمان از رئیس پارلمان، رئیس پارلمان از اعضایش، رئیس حکومت از مردم، مردمش از حکومت طاغوتی. کل از اینا چه میشن؟ استبرأ الذین تبعوا، الله متعال میگه استبرأ الذین، وقتی که اظهار براءت میکنن کی؟ که من بیزار هستم. الذین، کسانی که تبعوا متابعت شدن، یعنی رهبرا، لنین و مارکس و انگلس و رئیس جمهورای طاغوتی و رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور ایتالیا و رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور روسیه، یا کلشان یا بیزاری خود از کی اعلان میکنن؟ از کسایی که اینا رو متابعت کردن. استبرأ الذین تبعوا، وقتی که اظهار براءت میکنه کسایی که متابعت شدن، من الذین تبعوا، از کسانی که اینا را متابعت کردن. و رأوا العذاب، باز اینا عذاب میبیند. و تقطعت بهم الاسباب، اسبابشان هم قطع میشن. و قال الذین اتبعوا، آل وقت که اظهار براءت کردن کلشان میخیزن که یا الله این احمق بودن که آمدن از ما پیروی کردن. حتی ابلیس از پیروای خود اظهار بیزاری میکنن. دیگه شیطانای انسانی و جنی از پیروای خود بیزاری میکنن. از علمای درباری که اینا ضد شریعت الله حکم کردن، اما مقتدیایشان اظهار بیزاری میکنن. از پادشاه و رئیس جمهورایی که اونا به ضد شریعت الله حکم کردن، پیروایشان از اینا بیزاری میکنن. از قاضیایی که ضد شریعت الله حکم کردن، پیروایشان از اینا بیزاری میکنن. از رئیسای حزب که احزاب کمونیستی و سوسیالیستی و دموکراسی و احزاب جمهوری خواه و اینا را ساختن، پیروای رهبرایشان، لیدرایشان از مردم از اینا اظهار براءت میکنن. وقتی که اونا براءت کردن، اعضای از این حزب یا چی میکنن؟ یا همی پیروای از اینا اظهار براءت میکنن. و قال الذین تبعوا، و میگن کسانی که متابعت کردن. متابعت کی کرده؟ اعضای حزب، اعضای حکومت، پیروای از پادشاه، پیروای از رئیس جمهور، ملاهای درباری که در دنبال از اینا مثلا به نفع از اینا خدمت میکنن. اینا کل از اینا باز چی میشن؟ یا چی میگن؟ میگن و قال الذین تبعوا، کسانی لو ان لنا کرة، اگر بر ما یک فرصت، یک کرت بر ما فرصت داده شود، فنتبرأ منهم، ما هم از اینا بیزاری میکنیم کما تبرؤوا منا، مثل که یا امروز از ما بیزاری کردن. ما رفتیم بر از اینا خدمت کردیم، زحمت کشیدیم، در حزب از اینا داخل شدیم، بر از اینا زنده باد و مرده باد کردیم، در سرکا برآمدیم، چیغ زدیم، از اینا دفاع کردیم، سلاح گرفتیم. اینا لیو بر ما از ما اظهار براءت کردن. حالی که اگه با ما فرصت داده شود، ما از اینا اظهار بیزاری میکنیم. كذلك یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، الله متعال اینمی قسم اعمالشان حسرت و ندامت و پشیمانی برای خودشان نشان میده که اینم پشیمان شدن. و ما هم بخارجین من النار، بازی براءت در آخرت که است، بازی کسی را از آتش دوزخ بیرون نمیکنه. چرا؟ حال دیگه نه وقت توبه هست، نه وقت استغفار است. خلاص علم ایمان به غیب ختم شد. 16 نقطه که هستن معرفی خطرناکترین دشمن توحید و دسائس و اوامرش. الله متعال خطرناکترین دشمن توحید معرفی میکنه و دسائس شبرت میگه. او چی هست؟ میگه یا ایها الناس، ای مردم، کلوا مما فی الارض حلالا، بخورین آنچه که در زمین حلال است، طیبا، پاک است. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام ها و برنامه های چی است؟ برنامه های تدریجی شیطان که آهسته آهسته شیطان سر شما حمله کرده میره. اول از نگاه صغایر سرتان حمله میکنه که مرتکب صغیره شوین، باز مرتکب کبیره شوی. اول از کجا شروع میکنه؟ اول از نوافل. نه نفل چی میکنی؟ اول نفل سر تو فرض نیست، نخوان. باز که در نفل کامیاب شد، باز سنت چی میکنی؟ سنت خو که است، اگر خواندی ثواب داره، اگر نخواندی ثواب نداره. و سنت است و فرض خو نیست. چطور است؟
این از اینکه دور ساخت دیگه دفعه باز می حمله میکنه سر واجب و سر فرض. وقتی که از واجب و فرض دورت کرد، این بالاخره این شخص قدم به قدم باز می در وجود شبهه و وسوسه میپرته، بازی رو در شرک مبتلا میکنن، در کفر. الله متعال میگه ولا تتبعوا و متابعت نکنید خطوات شیطان از گام ها و برنامه های تدریجی شیطان، چه شیطان های انسانی باشن چه شیطان های جنی باشن. انه لکم عدو مبین، یقینا که شیطان دشمن آشکارای شما هست. چی کار میکنه شیطان؟ 3 کار میکنه. انما یأمرکم بالسوء، اول شما را امر میکنه که زشتی بکنین در حقوق مردم، حق مردم رو بخورین، غیبت بکنین، مالش بخورین، ظلم بکنین، لعب بکنین، بکشین. والفحشاء، و همچنان در فحشا، در حقوق الله که الله گفته که زنا نکو، شراب نخو، اعمال جنسی مخالف نکو، از کل از اینا به این طرح مبتلا میکنه. و سوم چه میگن؟ و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. باز بعد از او وقتی که این کسایی که آمدن هم در حقوق مخلوق خیانت کردن، هم در حقوق الله، هم مبتلا شدن به گناهایی که مربوط به مخلوق میشن، هم به گناهایی که الله اینا را منع کردن، به کل از اینا مبتلا شدن، باز اینا شیطان می گام سومی رو میرن که اینا بر الله چیزهایی بگوین که ما لا تعلمون. باز میخیسن فتوا میدن، سخن میگن به ضد شریعت الله. امیال بسیار کسا دیده باشی که مثلا قرآن شریف از روی خوانده نمیتونن، لکن ای چی میکنه؟ کامنتار نوشته کرده میره و مؤمنین و موحدین واقعی که از قرآن و سنت برشان بیان میکنن، اونا رو توهین میکنن و تحقیر میکنن و میگن این گپ شما غلط است. اگر ما مثلا در کت کفر هستیم مشکل نداره، اگر در لشکر کفر هستیم مشکل نداره، اگر از امریکایی دفاع کنیم مشکل نداره، اگر در جای امرای کفار زندگی میکنیم مشکل نداره، دوستی با کفار مشکل نداره، ساز مشکل نداره، رقص مشکل نداره، موسیقی حرام نیست. این بالاخره چی میشه؟ این کار شیطان است. الله متعال میگه از این چیزا خدا دوری بکنین، پیروی از گام های شیطان نکنه. دومین حکم اعتقادی چی هست؟ شرک در پدرپرستی و متابعت آنان به عوض تشریع الهی. یعنی یکی از اسباب شرک و کفر چی هست؟ پیروی از پدران گمراه به عوض ما انزل الله، به عوض قرآن و سنت. الله متعال میگه که اینی کسایی که پدر سالاری میگن که وقتی برش میگه که حکم الله اینی قسم است، میگن پدرای ما اتو گفته و رواج ما اتو گفته و این عنعنات ماست و این دستور قومی ما هست، این برنامه قومی ما هست و ما این از دادن نمیتونیم. این هم سبب شرک و کفر میشه. و اذا قیل لهم، و وقتی که برشان گفته شود که اتبعوا و متابعت بکنید ما انزل الله، از ما انزل الله یعنی از قرآن و سنت پیروی بکنید. قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، میگن نه ما پیروی میکنیم از اون چیزی که ما الفت گرفتیم، عادت گرفتیم از پدرای خود، رواجای ماست، ما این دست دادن نمیتونیم. اولو کان آباؤهم، الله متعال میگه که آیا چنین نبود که همین پدرایشان لا یعقلون شیئا، چیز را عقل نمی کردن، یعنی نمی دانستن، ولا یهتدون، و اینا هدایت هم نمی شدن. 18 مثال کافرها هست مثل حیوانات لا فهم هستن. الله متعال میگه ما مثل الذین کفروا، میگه مثال کافرها که است که مثل الذی ینعق، مانند یک شخصی است که صدا میزنه بما لا یسمع الا دعاء و نداء، و او تو یک حیوان صدا میکنه. وقتی شما سر کافرها صدا میکنین، کسی که قلبش الله مهر نهاده و کسی که در کفر خود بسیار غرق شده، وقتی که بر از اینا شما دعوت میکنین، این کافرها مثل ازی است که شما برای یک حیوان صدا میکنین که لا یسمع دعاء ولا نداء، نه صدای تو را میشنوه و نه طلبی که تو میکنی نمیفهمه. صم بکم عمی فهم لا یعقلون. این کافرها که هستن چون در کفر خود بسیار غرق شدن، در گناه بسیار غرق شدن، بسیار تکبر کردن و بسیار تعصب کردن و بسیار غرور کردن و بسیار حسادت کردن، بالاخره الله متعال که قلب از اینا که با این گناهشان سیاه شد، الله متعال بالای از اینا مهر نهاده. صم بکم عمی، اینا گنگاه های حقیقی هستند و کرهای حقیقی هستند و گنگه های حقیقی هستند و عمیون و نابیناهای حقیقی هستند. فهم لا یعقلون، اینا از عقل کار نمیگیرن. 9 نظام تشریعی، نظام توحیدی الهی چی هست؟ توحید در شکر نعمات. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کلوا من طیبات ما رزقناکم،
از او چیزهای پاکی که بر شما رزق دادیم از این بخورین، یعنی پیسهش پاک باشه و ذبحش پاک باشه. مثلا یک حیوان شما میخورین، این گوشتش اول که این حیوان خریدین از پیسه حلال باشه و این یک مسلمان ذبح کرده باشه این بخورین. ولا واشکروا لله، و شکر الله را بکنین. این چی است؟ شکر این هم یکی از عبادت های بدنی یا عبادت های زبانی هست. این کنتم ایاه تعبدون، اگر واقعا شما به الله عبادت میکنین. بیستمش کدام یکی است؟ توحید در تشریع حلال و حرام. آل توحید در تشریع و حلال و حرام، امی حلال و حرام کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. در توحید در تشریع حلال و حرام الله متعال میگه انما یقینا که حرام کرده. کی؟ الله. الله برای شما حرام کرده. چی را حرام کرده؟ المیتت، حیوان خود مرده را الله حرام کرده. پس این شریعت الله است، حکم تشریع الله است. اگر یک آخوند یا یک مفتی که ضد از این میگه نه خود مرده را بخورین، بفهمی که این طاغوت است. و دم، خون حرام کرده، که مثلا یک حیوان ذبح میشه، خون زیر کسر، خون گردنش بگیره بخوره. و لحم الخنزیر، و گوشت خوک الله حرام کرده. بعضی از مفتی های هستن یا بعضی کسایی هستن که به جهل میخیزن میگن نه گوشت خنزیر بخورین. این سیم خود مرده حرام است، خون حرام است، گوشت خوک حرام است. و ما اهل به لغیر الله، و هر حیوانی که به نام غیر الله ذبح شده باشه، به نام زیارت و به نام پیر و به نام مخلوق و به نام بت و به نام بگوان و به نام ازیا ذبح شده باشه، این حرام هست. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کسی در حالت اضطراری قرار میگیره، حالت اضطراری که مرگ میترسه که حالا میمرم از گشنگی، در اینی حالت از این گوشت خود مرده یا خون یا لحم خنزیر میخوره، این غیر باغ ولا عاد، لکن بغاوت نکنه و عاد یعنی تجاوز نکنه. یعنی تو نشه که مثلا جان خدا میتونه که در یک خورد گوشت همی خوک خدا از مرگ نجات بده، این دیگه بخیده بسته کیلو رو بگیره و ایره باز کباب کنه و سیخ سیخ بخوره. ایره باز چی میگن؟ ایره باغی میگن و ایره تجاوزگر میگن که از امر الله میگه اگر کس در حالت اضطرار قرار گرفت، در حالی که بغاوت نمیکرد، سرکشی نمیکرد و طغیان و تجاوز نمیکرد و مجبور شد از گوشت حیوان خود مرده یا مثلا از گوشت خوک خورد، فلا اثم علیه، پس بالای ازی گناه نیست. چرا؟ حالت این دیگه میخواد که جان خدا از مرگ نجات بده. ان الله غفور رحیم، یقینا که الله بخشاینده و مهربان است. اساس حکم چی است؟ باید بر مردم بگیم که همین گوشت خوک حرام است. حالت استثنایی کدام یکی هست؟ حالت استثنایی است که اگر یک نفر مثلا در حالت مخمسه و سختی و مرگ قرار میگیره. بسیاری کسا که از باز غلط وقتی که فتوا میتن اصل حکم نمیگه، اول بر تو از استثناءات شروع میکنه. مثل که مثلا میگی زندگی در بلاد کفار زیر حکم طاغوت، امی چی هست؟ اصل حکمی است که اینمی ناروا و حرام و کفر است. استثناءاتش چی است؟ که یک نفر مثلا در وطن خودش کشته میشه، این مجبور میشه دیگه جای نداره میره در یک جای دیگه، به خاطر از این موقتا در یک جای میره، همونجا چند روز خدا تیر میکنن تا که از همون مرگ خدا نجات بده. بسیاری کسا و اصلا نمیگه، از استثناءات میگه. چرا از استثناءات میگه؟ باز به خاطر از اینکه همون امدادات و مکافات و پیسه ها و پول ها کس این سرش قطع نشه. رزاق و الله هست. اگر الله یک دروازه رو بسته که صدها دروازه دیگر الله برات باز میکنه. این حاله کسایی که باز کتمان میکنن، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، الله متعال میگه ان الذين، یقینا کسانی که یکتمون کتمان میکنن ما انزل الله، آنچه که الله نازل کرده، من الکتاب، از کتاب، و یشترون به ثمنا قلیلا، و در مقابل از یک پول ناچیز میگیرن، اولای که ما یاکلون فی بطونهم الا النار، در بطنهای از اینا نمیخورن مگر آتش دوزخ. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، الله در روز قیامت امرایشان سخن نمیگه. ولا یزکیهم، و تزکیه نمیکنن، و برشان عذاب علیم هست. اولئک الذین اشتروا الحیات دلالت بالهدى، کسایی هستند که دلالت به عوض هدایت و عذاب در مقابل مغفرت گرفتن. فما اصبرهم علی النار،
خب اینجا فقط یعنی دو چیز دیگه مونده، فقط یعنی 22 23. ذالک بان الله، ایمان به قرآن عظیم شان و حق بودن به او. ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق، این به خاطر ازی که الله کتاب به حق نازل کرده. و ان الذين اختلفوا، کسانی که اختلاف کردن در کتاب، لفی شقاق بعید. و 23 و آخری حکم چی هست؟ اینه که ما شما خلاص شدیم. 23 آخری هست، این بیان شعبات ایمان و صفات اهل توحید میگه. شعبات ایمان چی هست؟ میگه لیس البر ان تولوا، نیکی این نیست که شما روی بگردانین، وجوهکم بگردان روحایتان به طرف مشرق یا مغرب، ولکن البر، اساس نیکی چی است؟ من آمن بالله، ایمان به الله هست، و الیوم الاخر، روز آخرت است، و ملائکه هست، و کتاب است، قرآن است، و نبیین، پیغمبرها هست، و دادن مال به محبت به ذوی القربى، به اقارب، یتاما، مساکین، و ابن السبیل، مسافران، و سائلی و سوال کنندگان، و فی الرقاب، و غلام ها، و اقام الصلاه. دیگه از شعائر اسلام و احکام اسلام، شعبات ایمان چی است؟ اقامه نماز است، دادن زکات است، وفا به عهد است، وقتی که عهد کردن، و صبر کردن است در بأسا و ضرا، در سختی و مریضی و دیا، و حین البأس، و در حالات بسیار مشکلات. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، اینا صادق هستند و اینا متقیا هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.